اگرچه خانه آرام است در شب. امروز نسل نورسی کشور ба мутолиаи китобу азбар намудани ашъори бузургон майли зиёд доранд. ин аст ки дар даври мактабии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53-юми ноҳияи варзоб шумораи иштирокчиён хеле зиёд буд. доварон ки аз ҳисоби омӯзгорони муассиса интихоб шуда буданд, ҳар якеро бо диққат гӯш мекарданду то чӣ андоза омода будани довталабонро месанҷиданд. ман Анварой Нарзулло, хонандаи синфи 7Б, аз рӯи номинатсияи хондан ва зиёд кардани ашъори адибони классик. ғазал аз Камоли Хуҷандӣ. хуш намеояд маро, аз ту як соат ҷудоӣ хуш намеояд маро, бо дигар кас ошноӣ хуш намеояд маро. гӯям рав зиндару султони вақти хеш бош, баъди султонӣ гадоӣ хуш намеояд маро. чокаронат ро намегӯянд ки хоки он дарам, бо бузургон худситоӣ хуш намеояд маро. من قربانزاده شکریه نورالله خواننده صنف 3B در نامیناسیای بچگانه اشتراک میکنم. شاد به مکتب رویم. شعر نعمان رازق. در بغل ما کتاب، لبلبی رودی پر آب، مثل صبا با شتاب. شاد به مکتب رویم، شاد به مکتب رویم. مکتبمان بر هوا، خاطرمان پر صفا. از پی تحصیل ما شاد به مکتب رویم، شاد به مکتب رویم. من ناصرا مریم، خواننده صنف 5A، میخواهم از روی نامیناسیای ادبیات معاصر شرکت ورزم. داستان میرزا ترسونزاده سیاح هند. کودک میگشت با قوطی خود در خیابانی لبی بحری کبود. میتوانستی که در چشمان او پیبری از مقصد پنهان او. میدوید آن هر طرف با جستجو، سوی هر یک رهگذر آورده رو. آگهی میداد سیمای پسر کامد از اینجا و از ملک دیگر. او نریزانده از خون ناف خود در همین شهر لبی بحری کبود. گشت معلومم که افغان بچه است، ساده و گمراه و نادان بچه است. من ناصرا ایدیگل، خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53، از روی نامیناسیای خواندن و از یاد کردن اشعار ادبیات معاصر اشتراک میکنم. پارچه از داستان جان شیرین میرزا ترسونزاده. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز بر نزدت به پرواز آمدم. من مهناز ظهوربای خواننده صنف 5B میخواهم از روی نامیناسیای ادیبان معاصر شرکت ورزم. پارچه از داستان چراغ ابدی. شبکی تا سحر بیدار بودم، مشوش تنگدل ناچار بودم. نخفتم داشتم امیدواری، دلم را میفشارید انتظاری. قد و بر خانه را گشتم نشستم، گرفتم خامه با لرزنده دستم. دلم میخواست که شعر نویسم، نمایم شرح داستانم حدیثم. اگرچه خانه آرام است در شب، به شاعر جای الهام است در شب. نشستم لیک چیزی هم نگفتم، همه خفتند تنها من نخفتم. چرا که داشتم امیدواری، به سوی راه چشم انتظاری. چه خاموش است منزل در دل شب، شده گویا که گنگو کرد دل شب. نمی آمد نه آواز خروسه، نه شیرین خنده عاشق عروسه، نه بال و پر کشادن های مرغان، نه با هم خوردن شاخ درختان. فقط از باغ می آمد نسیمه، نسیمی عطر و دلکش حلیمه. شنیدم من فقط در را کشادم، نفسگیری اهل خانواده. به صحن باغ جستم چون شراره، نگاه کردم به نور افشان ستاره. هوای شب حضور روحی جان بود، زمین سبز و مصفا آسمان بود. بنفشه در لبی جون ناز میکرد، گلی صد برگ چشمش باز میکرد. درختان با امیدی بار بودند، همه در نیم شب پرکار بودند. همه مانند من با انتظاری، غنی
شاهی بودند از باد بهاری. شما را بارارنده درختان، شدم چون گهوری چشمم نگهبان. شناندم آب دادم پروریدم، نخستین میوه هاتان را چشیدم. شما از نف هوایی بار دارد، به آینده ثمربخش انتظارید. در این هنگام مانند شمایان، چنین است و چنین دردم دوایم. به چشمانم شدن این دم نمایان، تولد خانه و دنیای طفلان. من میرزا و راهیله خواننده صنف 6 A میخواهم در نامیناسیون ادبیات کلاسیکی میخواهم اشتراک نمایم. غزل از حافظ شیرازی. روزی وصلی دوستداران یاد باد آن روزگاران یاد باد. این زمان بر کس وفاداری نماند، آن وفاداران و یاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زهر گشت، بانگ نوشی باده خواران یاد باد. گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد. مبتلا گشتم در این بند و بلا، کوششی آن حق گزاران یاد باد. گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد. راز حافظ بعد از این ناگفتمان، ای دریغ و رازداران یاد باد. من احمدزاده محسن خواننده صنف 4 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 تحصیل می نمایم. من می خواهم در نامیناسیون ادبیات معاصر اشتراک کنم. یک شعر از لایق شرری نام. یک جوان میخواست شهرت یا بدن در بین خلق، نام خود را زنده گرداند به عالم جاویدان. فکر کرد و عاقبت یک چاره پیدا نمود، کند نامش را بر روی سنگ و زان شد شادمان. گفتمش آن سنگ را سیلاب اگر از جا برد، سازد آن را در یک جایی که چشم کس نهان. یا کفد آن سنگ از گرما و از سردی سخت، نامی تو گم بشود ببوده سنگ را از میان. گر تو خواهی زنده مانی سالهای بشمار، بینی تا جهان دارد بقا. از ده دل خدمت و خلق و دیاری خش کن، ثبت کن نامت به قلب مردمانی با وفا. من تاجزاده پروانه میخواهم که در نامیناسیون دوم خواندن و از خود کردن ادبیات معاصر اشتراک نمایم. شعر از ایرج میرزا. قدر مادر پسرم، قدر مادر دان که داییم، کشد رنجی پسر بیچاره مادر. بیرا پیش از پدر خواهش که خواهد، تو را بیش از پدر بیچاره مادر. من عبدالله و سمیه خواننده صنف 3 در نامیناسیون ادبیات بچگانه اشتراک می نمایم. شعری یوسف جان احمدزاده. گربچه ای تنبلک، تنبلکی هندلک. گربچه ای تنبلک، تنبلکی هندلک. پشتکی در موش دید، وقتی سحر موش دید. خواست که خیزش زند، ناخونی تیزش زند. لک مادرش نبود، زوری شکارش نبود. چون که دلش گوش نبود، در سرکش هوش نبود. موش از این بیت نقص، خوانده به دل بیت نقص. شاد برفت از برش، سیله نموده سرش. گربچه را دیده من، سخت از او رنجیده من. گفتمش ای تنبلک، تنبلکی هندلک. دیگر نیست دان و دان، نمیدهم شیر و نان. چون که کلانک شدی، کوچه دوانک شدی. گردن خود چون شتر، کج بکن و یا بخور. من خاله نگینه خواننده صنف 8 A مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 53 میخواهم در نامیناسیون اول ادبیات کلاسیک اشتراک نمایم. شعر غزل از حافظ شیرازی. دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را. دردا که رازی پنهان، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم، ای بادی شرطه برخیز. باشد که باز بینیم دیداری آشنا را. 10 روزه مهر گردون، افسانه است و افسون. نیکی بجای یاران، فرصت شمار یارا.
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روز تفقد کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. هنگامی تنگ دستی در عیش و کوش و مستی، کین کیمیایی هستی قارون کند گدارا. خوبانی پارسیگو بخشندگانی عمرند، ساقی بده بشارت درویش پارسا را. حافظ به خود بپوشید این حرقه میالود، ای شیخ پاک دامن مزعور دار ما را. من давлатов усмон хонандаи синфи 6 б муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 53 дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ дар номинатсияи адабиёти классик мехоҳам иштирок намоям. ғазал аз Хофиз. дони чист давлат дидори ёр дидан, дар кӯи ӯ гадоӣ бар хусравӣ расидан. аз ҷон тамаъ бурдан осон буд валекин, аз дӯстони ҷонӣ мушкил тавон бурдан. хоҳам шудан ба бӯстон чун ғунча бо дили танг, вонҷо ба некномӣ пироҳане даридан. من شریف ولالله خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 ناحیه ورزاب. من میخواهم در نامینیت خواندن و اذیاد کردن ادبیات معاصر شرکت ورزم. شعر از بازار صابر تاجیکستان. تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. من عبدالقادرزاده حسن‌آرا خواننده صنف 9 میخواهم در آزمون فروغ صبح دانایی در نامیناسیون 4 خواندن و اذیاد کردن ادبیات جهان شرکت ورزم. Поэма Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцири». Ты слушать исповедь мою, сюда пришел, благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла, и потому мои дела немного пользы вам узнать. А душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену, таких 2 жизни за одну, но только полную тревог я променял бы, если б мог. Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Она, как червь, во мне жила, изгрызла душу и сожгла, она мечты мои звала. От кели душных и молитв в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди волны, как орлы. Я эту страсть во тьме ночной скормил слезами и тоской. Ей перед небом и землей я ныне громко признаю, я прощения не молю. من خواننده صنف 7 ناصروف محمدالله میخواهم در نامیناسیون ادبیات جهانی اشتراک کنم. کتاب رابینزون کروزوی دانیل دفو. نام قهرمان‌های اساسی این اثر رابینزون کروزو خود رابینزون کروزو و دوستی که او در جزیره ترینیداد می‌بود. همین قهرمان‌های اثر و آخری اثر به آن انجام می‌یابد که همین رابینزون کروزو در یک جزیره با سبب که خیلی زیرک و هوشیار بود در آن جزیره زندگی کرده. تقریبا 30 سال زندگی میکند و در آن از همین چی گونه استعدادی که دارد آن رو در آنجا میسنجد و با واسطه کوشش خودش در آنجا زنده میماند. مقصد اثر این باید انسان در جستجو باشد و همیشه در جستجوی حقیقت باشد و خودش را نجات داده تواند. من سنگین مرادزاده فرنگیز خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 هستم. در نامیناسیون ادبیات کلاسیک اشتراک نمایم و برایتان از کمال خوجندی میخواهم غزل خونم. دل مقیم کوی جانم از تو من اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین تن و تنها و غریب. آرزومندی دیاری خویشم و یارانی خویش، در جهان تا چند گردم به سر و به پا غریب. چون تو در غربت نیفتادی چی دانی حالی ما، مهنتی غربت نداند هیچ کس الا غریب.
هرگز از راه کرم روزی نپرسیدی که چیست؟ حالی زاری مستمندی مانده دور از ما غریب. در غریبی جان به سختی می دهد مسکین کمال. واو غریبا واو غریبا واو غریبا واو غریب. من سفرزاده مونیسه خواننده صنف نهم میباشم. میخواهم در نامیناسیون دوم خواندن و اذیت کردن آثار ادیبان معاصر اشتراک ورزم. میخواهم داستان از میرزا ترسونزاده برایتان بگویم. جان شیرین. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جایی زیستم. این دلی من منزل یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود. به تو نگذشت از گلویم آب هم، به تو در چشمم نیامد خواب هم. به تو هر یک روزی من یک سال شد، به تو دلغش کرد چون اطفال شد. من فرهناز حسین خواننده صنف 8 میخواهم در نامیناسیون خواندن اذیت کردن آثار ادیبان کلاسیک اشتراک ورزم. پارچه از داستان شاهنامه کشته شدن سهراب از طرف پدر. غیره و آمد از شهر توران زمین، که سهراب کشته شد در دشت چین. خبر زو به شهر سمنگان رسید، همان جامه بر خویشتن بردرید. چون مادر خبر شد ز سهراب گرد، به تیغ پدر خسته گشت و بمرد. بزد بانگ بر در پیراهنش، درخشان شد آن لیلی زیبا تنش. همه گفت ای جان مادر کجایی، کجایی سرشته به خاک و به خون. دو چشمش به راه بود و گفتا وی، ز سهراب و رستم بیابم خبر. من میرزا سیاره خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه رقم 53 ناحیه ورزاب میخواهم در نامیناسیون اول یعنی خواندن و اذیت نمودن آثار ادیبان کلاسیک اشتراک نمایم. احال پارچه را از داستان کووا و ضحاک قرائت میکنم. یکی مرد بود اندر آن روزگار، ز دشت سواران نیزه گذار. گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد، ز ترس جهاندار با باد سرد. که مرداس نامی گرانمایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود. پسر بود مران پاکدین را یکی، کش از می بهره نبود اندکی. جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. چنان بود که ابلیس روز پگاه، بیامد به سان یکی نیکخواه. دلی مهتر از راه نیکی ببرد، جوان گوش رفتار او را سپرد. همان ناخوش آمدش گفتار اوی، نبود آگه از زشت کردار اوی. چو ابلیس دانست که او دل بداد، بر افسانه‌اش گشت نهموار شد. فراوان سخن گفت زیبای و نغز، جوان را ز دانش تهی بود مغز. همه گفت دارم سخنها بسی، که آن را جز از من نداند کسی. جوان گفت برگوی و چندین مپای، بیاموز مرا تو ای نیک رای. بدو گفت پیمان تو خواهم نخست، پس آنگه سخن برگشایم درست. جوان نیک دل بود پیمان کرد، چنان که بفرمود سوگند خورد. که روز تو بر کس نگویم زبان، ز تو بشنوم هرچه گوی سخن. من نصیبه صابرجان خواننده صنف 6 میخوام در نامیناسیون یکم یعنی ادبیات کلاسیک اشتراک کنم. غزل از حافظ شیرازی کشتی نشستگانی. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، در داکی رازی پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی ای باد شورته برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. 10 روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاری فرصت شمار یارا. ای صاحبی کرامت شکرانه ای سلامت، روز تفقد کن
درویشی بینوا را. ҳамин тариқ дар даври мактаби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53-юми ноҳияи Варзоб зиёда аз 60 нафар хоҳишмандон номнавис шуда дониши худро пешкаши доварон намуданд. омӯзгорони нуқтасанҷ ҳар якеро гӯш намуда ва беҳтаринҳо барои иштирок дар даври навбатӣ роҳхат доданд.